ترتیب از سمستر 11 کابل سنتر جمیله و فوزیه، محمد تمیم سکندری، عبدالصبور سکندری، فواد سکندری و احمد شکیب امیری از بلاک 36 آبرسانی، جانداد شنواری از میکرورن سوم، فاطمه حق نظر، نوریه حق نظر، رامین نیازی و فردین نیازی از حیثیت دوم خیرخانه میره، مینا حنیفی از شرکت سمون، لطیفه ناهید و لیلی سراج کارمندان ملل متحد میگن که چرا فیلم ها را دوست دارین؟ بیشتر فیلم های شما تلویزیونی است یا سینمایی؟ خب این موضوع دومشان حل شد. من اول یک جواب بگین چرا فیلم ها شما دوست دارین؟ خدمتشان به عرض برسانم که ما نو فیلم هایی را دوست دارم که محتوای از او از یک تفکر حسیل و فرهنگ همو جامعش مایه داشته باشد. یعنی هی که تماشاگر خود از یک سطح به عمق بکشاند تا برداشت سالم خود تماشاگر و بینندش به خود بسیار خوب بگیره. قبول. نقش فیلم سینما را در کشور ما چه قسم ارزیابی میکنین؟ نقش فیلم و سینما را در کشور خود ها اگر بگوییم مثبت ارزیابی میکنم و همه جانبه خوب میکنم بجا هست، برای از که کلتور و فرهنگ و انعکاس از او و خود زندگی یا هنر که انعکاس از زندگی میتونه هینمی فیلم و سینما با تمام مسائل ما مثبت واقع شود. درست. و ای کاش به سینماگرهای ما زمینی امکانات وسیع‌تر بودن وسایل مجهز و خوبتر و اقتصاد کافی و استودیوهای لازم را به اختیار مسئولین امور فرهنگ و کلتور جامعه ما و حکومت ما در اختیار بگذارند تا ما بتانیم حداقل باز هم آثار خوبتر به وطن خود و حتی از سینمای خود داشته های به کشورهای خارجی هم داشته باشیم و در ضمن تحکیم روابط مخصوصا از نزدیک آغاز بکنیم با کشورهای همسایه خود و پا فراتر بگذاریم به دیگر کشورها در زمینه انکشاف سینمایی افغانی. میگن که تا جایی که ما خبر داریم آخرین میخونی گفته شما خدا نکنه آخرین تازه‌ترین فیلمی را که روی دست دارین فیلم سینمایی اراده است. میشه یک قسمت از فیلم با ما نمایش بدین پیش که با سینما به نمایش به؟ چرا نه؟ ما برای از که شما را آزرده نساخته باشیم قسمت های یا بروش های